اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز برنامه های ما، امروز در روز جمعه مبارک، پروردگار عبادت های یک و یک ما را در این روز قبول کرده باشد. همراه شما عزیزان سوال و جواب هفته گذشته را دوام می‌دهیم. هفته گذشته به سبب های بعض تکنیکی من نتوانستم به زیاد سوال های شما جواب دهم که اکثریت نوشتید. الان مشت شروع میکنم به همان سوال هایی که بی جواب ماندن. بی جواب روز جمعه گذشته موندن و انشاءالله بعد از اینکه به سوال های هفته گذشته جواب میدهم و امروزه سوال های شما هم به حد توان در جواب هستم. و این برنامه خیلی میدونید خانوادگی هست و موضوع های مهمی و علوی رو در این برنامه ذکر میکردیم، ولی خیلی زیاد از تماشابینان طلب کردن که میخواهیم یک برنامه پخش مستقیم سوال جوابی هم داشته باشید که تو که زیادی علل خصوص خواهران سوالهایشان را به شما برسانند. ما هم گفتیم این یک چند روز در این هفته ها در خدمت شما عزیزان در پاسخ جواب ها باشیم که هرچی درست و صحیح هست از طرف پروردگار و با توفیق پروردگار است، هرچی خطا هست از غلط انسانی، از اشتباهی من می باشد که انشاءالله یک اشتباه کرده باشم، حتما میتوانید در زیر نویس از آن بنویسید که در اینجا شما خطا کردید که ما صحیحش کنیم. شروع میکنیم عزیزان به سوال ها. سوال یکم است که خواهر میگویند معلمه جان در روسیه زندگی میکنیم، از آن رو نمیشنویم. شوهرم در هر نماز باید از آن خواند یا اینکه قامت خوانده نماز را سر کند میشود. خواهر عزیزم، اذان و اقامت گفتن به نفری که تنها نماز میخواند حتمی نیست. اگر کسی که اذان را نشنوید و تنها به جماعت نماز میخواند اذان اقامت گفت خیلی خوب است، ثواب میگیرد، اما یکی نه اذان گفت نه اقامت گفت هیچ باکی ندارد. در مسجد اذان دادن برای مردم مسلمان وقتی نماز را اعلام کردن حتمی است. حتی بعضی علما میگن فرض است که مسلمان ها با صدای بلند اذان را اعلان کنند چون این شعائر اسلام است. اما کسی که تنها نماز میخواند، هر مردی که تنها نماز میخواند برایش حتمی نیست، اگر چه گوید ثواب میگیرد، نگوید هیچ گناهکار نمیشود. یعنی حتمی نیست که نشنوید هم مادام تنها نماز میخوانید اذان یا اقامت گویید. سوال دوم، ابن تیمیه شیخ الاسلام در عقیده کمبودی داشتند و برای چی زندانی کردند؟ اشعری ها و ماتریدی ها اهل سنت و جماعت هستند، آیا ما پیروان آنها هستیم یا اینکه نباشیم؟ پیش از همه سوال دهنده عزیز، پیش از اینکه درباره یک گروه آنها خطاکار هستند یا درستکار هستند ما بدانیم و درباره آنها بخوانیم کی پیدا شدن، چیکار کردن. یکم درباره ابن تیمیه میدونید که وفاتشان سال 728 است، خطا نکنم سال 728 هجری وفات کردگی هستند و البته در آن وقت زمان خیلی فتنه بود و دیگر
از این طرف و اون طرف هجوم تاتارها بود یا هجوم لشکران چنگیز بود و زمان خیلی زمان فتنه بود و یک عالمی رو اگر زندانی کردن نمیشود بگفت که او خطاگی جدی داشت. ابو حنیفه رحمت الله علیه هم زندانی شده بودن، امام شافعی هم زندانی شده بودن، امام مالک هم زندانی شده بودن، امام احمد هم زندانی شده بودن. تقریبا عالمی رو نمیبینی که زندانی نشده باشد. اما خطاگی دارد عالم که معصوم نیست. صحابه ها حتی خطاگی داشتن، از علما هم خطاگی می شود. اما درباره کلا اصول اعتقاد این عالم من در اینجا نمیتوانم برای شما شرح دهم، چون که موضوع فقط سوال و جواب است. درباره اشعری ها که مؤسسشون ابوالحسن اشعری هست و خطا نکنم وفاتشون سال 324 هست و این چونین درباره ماتوریدی ها که امام ماتوریدی خودشون از سمرقند هستند و وفاتشون سال 333 هجری می باشد. ابو منصور ماتوریدی اینها هم کتاب توحید خودشون را دارن، عقیده خودشون دارن. اوره در اصول اعتقاد اهل سنت در بعض اسماء و صفات علل خصوص ماتوریدی ها در مسئله مثلا استوا علی العرش و اینها یک کم اختلاف هست، اما یک باره اینها کلا از اهل سنت بیرون هستند و کلا اهل بدعت هستند. برای گفتن حتما باید به کتابهایشان دست زنیم. از خود کتابی مثلا ابانه امام اشعری بخواند یا اینکه از کتاب توحید امام ماتوریدی خواند، بعد از این بگوید که خطاگی‌های جدی این علما که بعد از اینها فرقه های اینها بودن در چه هست. سوال دیگر، سلام علیکم، یک سوال دارم. شوهر من نه نماز میخوانند و نه روزه میگیرند، باز بر روزه و نماز من ایراد میگیرند. از روی همین بسیار بینمون جنگ و جنجال می شود. مسئله ایراد گرفتن به کدام معنا باشد؟ اگر نماز نخوان روزه نگیر باشد، پناه به الله این انسان دشمنی با دین دارد. زن مسلمان نباید با یک کسی که دشمنی الله رسولش هست زندگی کند. اگر مسئله جدی دشمنی با اسلام باشد، این انسان با این کارهایش از دین خارج می شود. مسئله عادی نیست. اما اینکه بیمار هستی بعدن روزه میگیری، حاضر نمازت رو نخوان، کودک گریه دارد و این گونه باشد و انسان یک وسوسه دارد. اما آدم بی نماز میدونیم که اگر نماز رو انکار نکند از دین بیرون نیست. سوال دیگر، السلام علیکم افا جان، یک سوال داشتیم. نکاحی که به طور پنهانی صورت میگیرد، این نکاح قبول می شود؟ یعنی فقط مادر عروس میداند تمام، از پدر برادر پنهان نکاح قبول است یا نه؟ نکاح قبول نیست. نکاح پنهانی گفته نکاح در شریعت وجود ندارد. در ما حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست فرق بین نکاح شرعی و زنا یا گفتیم بیراهگی این اعلان کردن و نکاح هست و زدن دایره هست. و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن، حدیث در ابو داود، از هر زنی که خود را به اجازه ولیش نکاح میکناند نکاحش باطل است و باطل است. در یگان جا آمدگی نیست که پنهانی فقط به مادرت خبر ده و یک مولا را بیار و خودت را نکاح کن و میبینید که بعد از این پس از مدت این مرد گم میشود، تماما اون چیزی که بالای شریعت فرض کرده است انجام نمیدهد. و باور کنید خیلی زیاد هستند خواهرانی که میگن من پنهانی نکاح کردم، پس از مدتی از زندگیمان شوهرم به نزد عائله پیشترش رفت، الان من موندم و بعضی حامله دار هستند، بعضی قرضدار هستند، بعضیشان در از کنج مسکو یا گفتیم روسیه. نکاح پنهانی نکاح در شریعت وجود ندارد. هر مولایی که به این چیز قدم می‌نهد، ببخشید، هر مولایی که به این چیز اجازه میدهد یا میرود و نکاح میکند از الله بترسد. به خاطر دو تنگه پول نکاح نباید به این گناه رویم. هر زنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفته بودن توی کرده گرفته بودن، ولیمه داده بودن. هر صحابیه که توی میشد نکاح میکرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتن اولیم ولو بشاد، با یک گوسفند باشد هم معرکه بده. یعنی ولیمه همون معرکه هست که مردم رو صدا میکنید و مردم خوراک میدهید، شرایطتون باشد گوسفند میکشید، مردم بدونند که شما شوهر فلانی هستید، شما فلانی رو به عهدهتون گرفتید و زندگی او نفقه او به گردن شما است. در غیر این نکاح‌های پنهانی که هیچ کس نمیداند، همه پنهان این زنی این است کسی نمیداند، این گونه نکاح در شریعت وجود ندارد. سوال دیگر، سلام علیکم افا، من در خوابم دیدم. پیش از هم عزیزان من تعبیر خواب نمی کنم، برای همین خیلی خوب میشود سوال کننده ها و من خوب نفرستند، برای اینکه این علم در نزد من نیست.
و سوال دیگر این خواهر جواب میدهم: من دو کودک خرد ساله دارم. وقتی نماز در پیش نمازم می نشینند. نمازم را بلند میخوانم، بعد میخیزم، گناهگار میشوم یا نه؟ در نماز همراهی کودک نماز خواندن نماز را هیچ باطل نمیکند. در ما حدیث صحیح هست پیامبر صلی الله علیه و سلم عموما دختر زینب دخترشون رو به دست گرفته نماز میخواندند. در وقت سجده حسن و حسین به بالایشان میبرآمدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم با کودک نماز خواندگی هستند. یک گام با که ندارد با کودک نماز خوانید. اگر یکی صدایتان را بلند هم کردید که تو آنها بدانند که شما نماز خوانده ایستادید، در اینجا هم ان هیچ گناهکار نمیشوید. سوال دیگر: در جایی که من زندگی دارم ساعت 12 خفتن می شود. 2 یا 3 بامداد می توانیم بعد از این ساعت خواب کنیم، یعنی بعد از بامداد خواب کنیم. در نظر باشد چی مشکل دارد؟ بعد از بامداد خواب کردن گناه نیست، علل خصوص در روسیه که در ساعت 2 بامداد است. اگر بعد از بامداد انسان خواب نکند تمام روز هیچ کار کردن نمی تواند. بعد از بامداد خواب کردن گناه نیست، یک مشکل ندارد. سوال دیگر: معلمه جان میگفتید که شوهرهای عرق نمیخورم میگویند و باز میخورند، اینها را چطور به راه درست بردن ممکن است؟ پیش از همه خواهر عزیزم، توفیق از طرف الله است. پروردگار است که به ما توفیق هدایت میدهد و الله میگوید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. به راه پروردگارت با حکمت دعوت بکن. مادامی که شوهر میگوید من عرق نمی نوشم، پس معنیش این است که این انسان، یعنی شوهر شما، از این کارش پشیمان است، گناهگار است اما پشیمان است. در این وقت ببینید که آیا می شود با گفت خودمان با الده کردن یا گفتیم با تعریف کردن یا اینکه با کم جدی به او امر معروف کردن یا اینکه با یگان نفران دیگر شناس کردن که به او امر معروفش کنند، او را نصیحتش کنند، او را از این رو برگردانید. اما مادامی که من نمیخورم میگفته است، انشاءالله که این انسان توبه میکند و برمیگردد، برخلاف نفرانی که میگویند من میخورم و به من هیچ کاردار نشد. سوال دیگر: معلمه جان، من 6 روزی رمضان رو بعد قضاگی رو داشتم. آیا امروز روزه داشتن قبول نیست؟ یعنی روز جمعه رو در نظر داشته باشن، روز جمعه قضایی رو گرفتن هیچ باکی ندارد و نفل هم اگر ما پنجشنبه سلام علیکم و رحمت الله. صدای من هست؟ برادران تکنیک خبر میدادید؟ ببخشید که امروز یک کم در ما مشکلی اینترنت است.
عزیزان از اینکه هوا هم خیلی امروز بارانی هست و هم یک کم از شمال باشد اینترنت ما مشکلی دارد. خیلی عذر میخواهم. در اینجا سوال بود، آخران سوال، اگر با یگان سوال من جواب دادم و نفهمیدم ماندید انشاءالله میتوانید از نفرستید. آره میگویند من در ماهی روزم رو خوردم، در تابستان تولد کردم، روزم رو خوردم، در ماه دکتر گرفتم، روزم حساب می شود یا نه؟ نه، در تابستان گرفتن حتمی نیست، مهم شما غذایتان رو گیرید. در ما حدیث صحیح حضرت عایشه است که میگن من غذاهای رمضان رو فقط ماه شوال شعبان میگرفتم و میدونید که شعبان بعضن تابستان بعضن زمستان هم شده میتواند، یعنی حتمی نیست که در تابستان غذا کردی در تابستان گیری، در زمستان غذا کردی در زمستان. بعضی میشود که در زمستان ما غذا میکنیم و در تابستان گرفته میدهیم، ان شاءالله یگان بوکی ندارد. سوال دیگر، آدمی که قرضدار باشد ترمه اش کنی از ترمه آزاد شود، باید قرضهایش را گرداند یا نه؟ قرضها همیشه قرض میمونند مگر اینکه اون طرف ببخشد. البته قرضدار که هستی بعد از زندان شدن هم باشد، پیش از زندان شدن هم باشد، باید به وعدت وفا کنی و قرضها را برگردانی. سوال دیگر خواهر عزیز، اگر زن حج رود و حیض بیند چی می شود؟ در حج حیض شدن این امر طبیعی است. همسران پیامبر هم حیض شده بودند، چه صفیه چه حضرت عایشه رضی الله عنهما اجمعین. حدیث در بخاری است. زنی که در حج حیض می شود، تمام کاری که حاجی ها میکنند، چه مزدلفه باشد، چه عرفات باشد، چه مینا باشد، چه پرتافتن سنگ باشد، یگانه طواف نمیکنند و داخل حرم نمیشوند. چون که پیامبر به حضرت عایشه وقتی حضرت عایشه میگن من حیض شدم، میگن هر کاری که حاجی ها میکند بکن غیر از اینکه تو در اطراف کعبه طواف کنی، بقیه تمام رکن های حج را انجام میدهند که البته به این ثوابش رو میگیرن. اما برای در حج حیض نشدن یگان دارو استفاده کردن ممکن است یا نه ممکن است؟ در نزد علمای معاصر چون بعضی زنها در حیاتشان فقط یک بار فرصتی رفتن به حج می شود، برایشان اجازت است که برای حیض نشدن آنها دارو استعمال کنند. سوال دیگر، من در روسیه در میاسا کامبینات و با گوشت خوک و مرغ سر و کار داریم. قپیدن همین گوشت خوک حرام است و همین مسئله روشنی اندازه. در ما حدیث در صحیح مسلم است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن هر کسی که نرد بازی کرد یا نردشیر میگن نردشیر بازی کرد، گویا که دستانش را به گوشت خوک و خون خوک آمیخته کرده است. از همین سخنی پیامبر صلی الله علیه و سلم امام نووی میگویند در شرح مسلم، اگر رسانیدن دست به گوشت خوک حرام و گناه نمی بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم این حدیث را نمی گفتند. یعنی کسی که نرد بازی میکند گویا که دستش را به گوشت خوک رسانیده است. از این میبرد که برای مرد مسلمان و زن مسلمان جایز نیست که در جایی که با گوشت خوک کار میکنند در آنجا کار کند، برای اون که نجس هست. در ما در اسلام این چیز نجس هست، سر و کار داشتن هم با او حرام می باشد. سوال دیگر، معلمه جان سوره مؤمنون آیت 109 تا 114 رو معنایش رو میفهموندید؟ به تفسیر گذارم، اگر وقت نمیگذشته باشد که ندارد. از 109 تا 114 از اینکه به من سوال رو فرستادن، پس معنایش سوره مؤمنون رو اول باید بینیم. سوره مؤمنون 109. عزیزان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله میگوید انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین. اولا این آیت به آیت پیشتره اش رابطه دارد و در وقت تفسیر ما باید پیش از یک آیت را تفسیر کردن و بالایش هم نگاه کنیم که بسیار آیت ها به همدیگر رابطه دارند. در اینجا سخن درباره دوزخیان می رود. وقتی دوزخیان به الله می گویند که ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، پروردگارا ما را از دوزخ بیرون برار. بعد از اینکه به دوزخ جای می شوند، ما دیگر گناهایی که باعث داخل شدن به دوزخ می شود هرگز انجام نمی دهیم، ما را از اینجا خارج کن. اولا الله می گوید قال اخسئوا فیها ولا تکلمون، بس کنید، هرگز سخن نکنید.
بعدن میگوید شما چرا اینجا شدید الان؟ چرا شما رو من از دوزخ خلاص نمی کنم؟ چرا؟ سببش این است که کان فریق من عباد یقولون ربنا آمنا. در دنیا وقتی زندگی میکردید گروهی از بنده های من میگفتند پروردگار ما ایمان آوردیم، فاغفر لنا ورحمنا، گناه های ما رو ببخش و ما رو به رحمتت قرار ده و انت خیر الراحمین، و تو بهترین مهربان ها هستی. این گونه بنده های من دعا میکردند. فاتخذتموهم سخریه، شما باشد آنها رو به مسخره گرفتید. شما این بنده های ما رو به جای اینکه دستگیری کنید یا پیروی کنید مسخرهشان میکردید. حتی انسوکم ذکری، تو اینکه اینقدر آنها رو مسخره کردید، اینقدر دین الله رو به تمسخر بازی گرفتید که مرا هم فراموش کردید. فراموش کردید که الله شما چه قدرت های دارد و این کارهایتون چقدر جواب میگوید. و کنتم منهم تضحکون، و شما بودید که مؤمنان را، نفران نکوکار و خدا ترس را مسخره میکردید و به حال آنها میخندیدید. آیت 111 الله میگوید اینی جزیتموهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. همون بنده های من که در دنیا به خاطر اینکه خدا ترس بودند و به الله دعا میکردن شما مسخرهشون میکردید، من برای آنها امروز جزیتهم اليوم یعنی نیکی و پاداش، یعنی جنت های را برایشان نصیب کردم بما صبروا، و آنکه آنها در دنیا صبر کردند هم به اذیت شما هم در عبادت پروردگارشان، انهم هم الفائزون، امروز آنها از جمله فائزان پیروز شدگانند. ببخشید. قال کم لبستم فی الارض عدد سنین. بعد از این وقتی از کفار، از دشمنان دین و از دشمنان اسلام و راه حق روز قیامت پرسیده می شود که کم لبستم فی الارض، در دنیا چند روز زندگی کردید؟ میگویند عدد سنین، فی الارض عدد سنین یعنی ببخشید در دنیا چند سال زندگی کردید شما؟ چند سال بود که شما در دنیا حیات بردید؟ آنها میگویند قالوا لبسنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. آنها میگویند ما شاید یک روز یا نیم روز زندگی کردیم. آنهایی که روز میشمارند از آنها بپرس، آنها خوبتر میدونند. یعنی این همه دنیای 70 ساله، 90 ساله، 80 ساله که بعضی ها گویا هرگز نمیمیرن زندگی میکنند، روز قیامت وقتی اون همه مدت ابدی رو میبینند، اون همه عذاب طولانی رو میبینند، میگویند در دنیا زندگی ما یا یک روز بود یا نیم روز بود. در اینجا در آیت 114 الله میگوید قال این لبستم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. آره شما خیلی کم زندگی کردید در دنیا، خیلی کم، اما چقدر گناه کردید، خیلی کم اما چقدر فرصت داشتید برای ایمان آوردن و عمل صالح کردن. لو انکم کنتم تعلمون، کاش شما این را در دنیا میدانستید، کاش میدانستید که دنیا ابدی نیست و چند روزه است. پس از مرگ میفهمید که یک روز یا نیم روز بود، اما ابدیت پس از مرگ بعدن شروع می شود. این آیت 101 تا 114 بود که خواهر یا برادر پرسیده بودند. سوال دیگر، کودک نو تولد چیله دارد میگن راست است یا نه؟ به معنای چیله دارد یعنی در این 40 روز کودک میترسد نمیترسد یگان دلیل نیست، اما میدونیم که مادر در حقیقت 40 روز نفاس می شود، برایش نماز خواندن ممکن است، بعضی ها 40 روز کمتر، بعضی ها زیادتر، کمی زیادتر، بعضی ها هم می شوند و نماز روزه برایش ممکن است. ببخشید که شاید مشکل اینترنت باز شود و در این وقت نماز خواندن برایش ممکن نیست. و از اینکه بی‌قوت است بعضا ترسانچک می شود. از اینکه انسان بی‌قوت شود ترسانچک می شود. بعضی خواهرها پس از تولد در وقت علل خصوص 40 روز اول از بی‌قوتی زیاد کمی ترسانچک می شوند که این رو در عرف ما میگویند تنها مادر تولد کرده را نمانید. سوال دیگر، بی‌نسکی نماز خوانده می شود یا نه؟ در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه قدم زن عورت نیست، یعنی پای زن عورت نیست، البته از پایان پایش، از بجولک پایان، یعنی تمام پایش نیست. و این بعض قول علما هست و آن را به دست زن قیاس میکنند که مثل دست زن است و برای زن محکم کردنش مشکل است. اما در نزد دیگر علما پای زن علل خصوص در نماز باید کرته داشته باشد که کلی پایهایش را از بالا پنهان کند، در وقت رکوع و سجده یعنی پایهایش را از بالا نبیند. چون در ما حدیث ام سلمه هست در سنن ابو داود
که وقتی سلمه به پیامبر سوال میدهند که رضی الله عنها زن با یک رویمال و کرته میتواند نماز خواند، پیامبر میگویند اگر کرتهش سابق باشد یعنی دراز باشد و بالای پایهایش را، یعنی اگر این بالای پای باشد بالای پنجه های پایش را پنهان کند. از همین حدیث جمهور علما میگویند پس تگ پای زن اگر عورت نباشد، همچون پیامبر در حدیث قید کردن، باید کرته پوشد که کلا بالای پنجه پایها پنهان باشد، که البته این تقوا است. بهترین است اگر این گونه زنها نماز خوانند که اگر بینسکی نماز خواندید و زن در وقت رکوع در وقت سجود میدانید شاید بالاتر کشاده شود، که در نزد تمام علما از بجلک پای بالاتر عورت می باشد. سلام علیکم اپا جان، ما در روسیه هستیم. برادرم در فرمای ساختمان کار میکند. بعضی چیزهای نادرکاری رو آنها به موسور میپرتایند. از جای کار گرفته می شود. اگر داند که این به موسور می رود، البته اون هم 100% میداند که به موسور میپرتایند یا الکی پرتفتن، گرفتید گناهکار نمیشوید. اما به فکرم اینها به موسور میپرتایند، گفتید و گرفته آمدید، این رو صاحب کار فهمید و گفت چرا دزدی کردی یا نپرسیده گرفتی. اینجا دزدی و شبهه می شود و تا می توانیم دع ما یوریبک الی ما لا یوریبک، از مالهای شبهناک باید دست کشیم. البته بهترینش این است که از خود فرما بپرسد که تا جایی که من میدونم همین چیزها رو شما با پرتاب میپرتایید، می شود که من گیرم. این بهترین است از اینکه گمان کنیم که شاید به موسور میپرتایند من گیرم و در اینجا شبهه هست که 100% میپرتفته باشن یا نه. سوال دیگر، اپا جان شخصی که از دنیا میگذرد در شب میت رو تنها نمانید، یگان دلیل دارد یگان دلیل ندارد؟ میت رو در شب تنها میمانید یا نمیمانید یگان مشکل ندارد که حتمی در نزد میت باید خواب کنی، یگان دلیل نیست. درباره شخصی که خودآموزی طریق اینترنت آموخته است کتاب قرآن را میگفتید، حتمی استاد داشته باشد. بعضا در مسئله قرآن خواهران عزیز و عموما عزیزان خیلی مسئله جدی است. بعضی وقت چیزی رو خطا میخوانیم و به همین دهان ما عادت میکند. علل خصوص قرآن کلام پروردگار است. شما خطا کردید معنا هم دیگر میشود. برای همین الان که علل خصوص نفرانی که اینترنت دارن، از طریق اینترنت آسان است، خیلی خوب میشد با استاد خوانند. اما علاج استاد نیست، پس چیزی که میخوانند اول گوش کنند. مثلا قاری چخیل میخواند، بعد از قاری خوانده گویا که قاری یک استاد زنده در خانه شما هست که برابر او خوانید و همراهی او درست کنید. انشالله در اینجا مشکلی نمیشود. سوال دیگر، السلام علیکم معلم جان، یک سوال داشتم. من وقتی که به نماز سر میکنم به سر من فکرهای هر خیله آمدن میگیرد، بعد زمی سوره کردن نکردم یا که چند رکعت خواندم فراموش میکنم، یعنی چیکار کنم؟ سوال همین خیلی است. فکرهای هر خیله به سر انسان در نماز آمدن این امری عادی هست یکم، برای اون که در ما حدیث در صحیح مسلم است. عیناً مرد صحابه به پیامبر صلی الله علیه و سلم عیناً همین سوال رو میدن که فکرهای من به هر جا میرود چیکار کنم؟ پیامبر میگویند در وقتی که نماز رو شروع میکنی، خنزب شیطانی هست که به تو وسوسه میکنه تو فکری تو رو یا بین تو و بین نمازت بیستد. در این وقت در داخل نماز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گو و 3 بار به طرف چپت صف کن. طرف چپ من است اگرچه در اینترنت در اکران راست نشان میدهد، با همین او از پیش شما میرود. پس این حدیث پیامبر است، به همین چیز عمل کنید، انشاءالله که وسوسه‌اش از شما دور میشود. و برای زمی سوره ها رو فراموش نکردن، یک کم بلند خوانید بکنید که شما خودتان رو شنوید، باز هم میدونید که در کجا خوانده ایستادید. سوال دیگر، السلام علیکم، چیزی که از پول حرام گرفته باشی پرتایم به کسی دهیم چی باید کرد؟ مادامی که میدونید با پول حرام گرفته اید اون رو نپرتایید، نه همچون صدقه، همچون خلاص شدن به یگان محتاج دهید. از این ثواب نمیگیرید، برای اینکه با پول حرام به دست آمد و الله پاک است و به جز پاکی دیگر چیز رو قبول نمیکند. اما یک نفر استفاده میبرد و برای او انشاءالله فایده اش میرسد. چون وقتی که به دست پیامبر صلی الله علیه و سلم متای شالق یا ابریشم میآید که برای مردها حرام بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را خودشان نمیپوشند، ولی به حضرت عمر میدهند و میگویند به برادرت بده، و برادرت بده او از آن استفاده کند. سوال دیگر، آیا خون شکننده وضو هست یا نه؟ در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه و اینچنین در مذهب امام احمد هم خون زیاد شکننده طهارت است، خودش نجاست است و زیادش یک قطره کمش نه.
زیادش طهارت رو میشکند. البته طهارت کردید بهتر می باشد. من سوال های به حد زیاد دارم، در اینجا شرم دارم، می توانم با شما در لیچکه صحبت کنم. شما می توانید رقم ما رو از خودی در پایان که نوشتن علاج ندارد، می توانید از برادران تکنیکی که الان اینجا مدیریت دارن از آنها بگیرید. یک سوال دارم، قش کشیده یعنی قش رو کرسکه کردن گناه است یا نه؟ بعضی هم میگن گناه سخت است. به معنای قلم کردن باشد باکی ندارد، اما تراشیده قش نو ساختن حاضر یک ماده نو برآمده است، این تغییر خلق الله هست که از چیدن هم بدتر است. اما با قلم قش رو کشیدن باکی نیست. خیلی که موی ها رو رنگ کردن یا به چشم سرمه کردن جایز است و در زمان پیامبر هم بود. معلمه جان، من سوال داشتم، هنگام تلاوت قرآن زن صدایش رو بلند باید خوند یا اینکه پس جواب میدادید طرز خوانید که خودتان شنوید؟ طرز خوانید که خودتان صدایتان رو شنیدید و اگر یگان مرد نباشد کمی بلندتر تلاوت کردید هم باکی ندارد. السلام اپای عزیز، من عرق شوهرم رو ریختم، مرا گفت نمی بخشه، من گناهگارم؟ هرگز گناهگار نیستید، کاری خوب کردید، هم از ضرر جسمانی هم از گناه شوهرتان رو باز داشتید. بخشد و نبخشد به شما هیچ ضرر ندارد. انشالله از شما تشکر میکند. یک روز معلمه عزیز، در طرف ما مردم سوره یاسین رو به کاغذ یا طبق می نویسند و به بیمار می دهند. درباره همین می گفته در اسلام اومده است درباره قرآن رو به آب سرخ کرده یا به کاغذ نوشته به آب پرتافته آب را نوشیدن اثر عبدالله ابن عباس است. از همین اکثریت علما اجازه میدهند که آبی که به او سرخ کرده شد یا قرآن خوانده یا به خود ظرفا در زعفران می نویسند. مثلا زعفران گیاهی که شفا هست، به ظرف سوره رو می نویسند و آب می ریزند و می نوشند. از این که آثار عبدالله ابن عباس است، انشاءالله این چیز بدعت نیست. سوال دیگر، اپا جان، زن کار کند اجازت هست یا اجازت نیست؟ البته کار از کار فرق دارد. کارهایی هست که عموما برای زن کار کردنش جایز نیست، مثل اینکه قاشچینی باشد یا داخل مردها باشد یا یک راه دور باشد، جایهایی باشد که شبهه هست، در اینجا تماما ممکن نیست. اما کارهایی هست که زنها نکنن علاج نیست، مثل اینکه به کودکان نگاه و بین کردن یا قابلگی گفتیم تولد کناندن کودک، یا اینکه مثلا بعضن و بیمارهایی هستند که فقط زنها میتوانند از عهدهشان برآیند. و در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبر دختر خود را، همسران خود را به جنگ ها میبردند تا که حضرت عایشه میگویند ما به بیمارها آب میدادیم و به بیمارها رو میبستیم، دست و پایشان رو به بندی نمی آوردیم. یعنی کاری طبابت به دست زنها بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم زنها فقط در خانه نشینید، نه، این کار رو به دوش زنها داده بودند. کسی که میگه زن یگان علاجی از خانه برآمدن ندارد شاید از این حدیث ها بخبر باشد. سوال دیگر، درباره نقاب معلوماتی بیشتری میداده. درباره نقاب من در یکمین برنامه هم معلومات داده بودم عزیزان، دربارهش معلومات داده بودم که مسئله اختلافی است. در نزد جمهور علما فرض نیست مگر در حالت فتنه. در نزد بعضی از علما از جمله در مذهب امام احمد رحمت الله علیه که اساسا ببخشید که امروز خیلی مشکلی داریم با اینترنت، علل خصوص در مذهب امام احمد که اساسا در عربستان سعودی و دولت‌های خلیج پیروی میکنن، نقاب فرض میباشد و هر دو طرف هم دلیل‌های خودشان رو دارن. ولی در اکثریت مثلا در خود مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه الا در غیر فتنه نباشد اگر این مسئله حتمی و فرض نمیباشد. سوال دیگر، طرز سجده تلاوت قرآن رو میفهمونده. سجده تلاوت قرآن خیلی آسان است. در همین مسئله زیاد میپرسن. شما آیت سجده رو خواندید، مثلا فقط یک تا سجده میکنید، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کفایه است. حتمی نیست سلام دهید، حتمی نیست تشهد خوانید، فقط یک بار سرتون رو به سجده موندید، همین کافی است. طهارتتون از سطرتون هست. یا اینکه مثلا قرآن خوانده ایستاده بودید، حالتتان مساعد نبود، بعد از نماز رو خواندن یک تا سجده میکنید، با قلبتون نیت میکنید که برای تلاوت قرآن است، کافی است. یعنی چیزی تماما مشقت آور نیست. اپا جان، اگر شوهر به طریقه SMS 3 طلاق نویسد، این طلاق حساب می شود یا نه؟ 3 طلاقت را دادم گفته باشد، در نزد جمهور علما 3 طلاق می شود، چون طلاق کتبی هم می شود، با نویس هم می شود
و اینها دیگر یک جای شدن نمیتوانند. مگر روایتی از بعض علما هست که 3 طلاق اگر مرد خیلی پشیمان باشد 1 طلاق میافتد. آن هم تکیه به حدیثی که عبدالله ابن عباس روایت میکنند و در صحیح مسلم است که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 طلاق را 1 طلاق حساب میکردند، تا اینکه در زمان حضرت عمر به این مسئله خیلی سهلنگاری کردند و حضرت عمر تماما 3 طلاق دیگر علاج جمع ندارد حکم کردند که 4 مذهب به این قول هستند که مردی که 3 طلاق گفت دیگر یگان راهی چاره برگردانیدن ندارد، مگر اینکه بعضی روایت ها خیلی گفتند. من سوالی خیلی ضرور دارم. ما با همراه شوهرم در یک دچه زندگی و کار میکنیم. مهمان های می آیند، بسیارش پروداکت هاشون میمانند، مثال پمیدور، نان، آب، کارتوشکا، میوگی. ما اجازه داریم خوریم؟ اگر آنها خورید گفته مانده روند خورید، اما همچون امانت باشد البته نخورید و امانت آنها هست، یعنی به شما داده رفته باشن از آن شما، اما به خونتون مانند و بعدن روند که بعدن آمده میگیرند، در این وقت وای از آن آنها هست و امانت آنها می باشد. سلام علیکم اپای عزیز، من از ماه رمضان است که موضوعهای شما رو گوش میکنم. بسیار خوش سخن و با آداب میخواستم کمی درباره خود میگفتید که با دستگیری که شما در خارج تحصیل کردید. پیش از همه سلامت باشید از اینکه برنامه های ما رو پیگیری میکنید. در خارج من همراهی عائله هستم، یعنی زنی تنها نیستم، البته که با توفیق پروردگار و با دستگیری شوهرم در خارج تحصیل میکردم و تحصیل دارم. سوال دیگر، اپا جان قش را بلندکس کردن ممکن باشد یا نه؟ درباره بلندکس کردن یعنی بالا و پایانی قش را رنگ زرد میکنند، زردی که به سفید مانند است، مویهای زیادیش را، و کسی که دید گمان میکند که این انسان قشهایش را چیده است، یعنی بالا و پایانش را زرد میکنند. پس از مدت باز قش به حال خودش می آید. این را تقشیر هم میگویند با زبان عربی. جایز است یا نه؟ علمای معاصر در این باره، علمای زمانوی، 2 قول دارند. یک قولشان این است که در لجنه هم میتوانید این را بخوانید، میگن عیناً مثل چیدن قش و مانندی دارد، زن مسلمان به این شبهه دست نزند، یعنی خیلی شبهه‌ناک است. بعضی علما میگن که نه، این چیدن قش نه، این رنگ کردن بالا و پایان است، انشالله باکی ندارد، اما به شرط آنکه زنی که قشش را بلندکس کرد نباید به نامحرم نشان دهد، چون زیب و زینت است، فقط در نزد محرم هایش باید این زیب و زینتش نمایان شود، چون الله میگوید ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن. دوام آیت که زن مسلمان زیب و زینتش باید فقط در نزد شوهر و محرم هایش باشد. سوال دیگر، و پدر و مادرانی که مخالف تحصیل علم دخترانند کمی نصیحت میکرده. یعنی هر کسی که میگوید دخترک علم نخواند از جاهلیت هست، میدونید که از جهل است، از بیسوادی هست. اگر دخترک علم نخواند چگونه او مادر میشود؟ چگونه فرزند تربیت میکند؟ نتیجه بسیار به خودکشی دست زدن دخترکان، گرسنه ماندن و تشنه ماندن و این چنین راهی کاری رو پیدا نکرده، حتی به بیراهگی دست زدن اکثریت. و ببینید که مقاله رو به نزدیک خوانده بودم که میگوید هر کسی که برای ساختن مکتب و خریدن کتاب پول صرف نمی کند، آینده برای بنا کردن زندان پول صرف خواهد کرد، چون انسان های بیسواد زیادتر از دستشان جنایت می آید، از دستشان کارهای دیگر نه. برای همین پدر و مادری که میگن دختری من باید بیسواد باشد، خودشان آگاه نیستن اما دشمن دخترشان هستن. پس آینده چی کار میکنن؟ چه خیلی دختر مادر میشود، یکی شوهرش از بین رفته، که از شوهرش جدا شده، که پدر از دنیا رفت، چگونه درآمد میکند؟ حدی اقل دخترک باید علم دینیش رو کامل کند تا بداند کدام را حلال است کدام را حرام است. بعد از این البته صاحب کسب هم باشد که در روز مبادا خودش بتواند صاحب کسب حلال، پول حلال شود. پیشتر هم گفته بودم این همه تجارت های مشکوکه که امروز میبینید رایج است در اینترنت ها و اکثریتش زنها از سبب اینکه اکثریت زنهای مصاحب کسب و کار نیستن. بهترین راه همین در تلفن در خانه میتوانید صاحب کسب و کار شوید و میبینید که باز همین بیچاره ها رو پولشون رو به هر راه، یکی با بلیط، یکی با پبلیک، یکی با راه دیگر دوران غارت میکنن. آخران سوال عزیزان، اپا جان مرد از زنش چند ماه جدا گردد در اسلام؟
در اسلام حتمی نیست که گفته باشد شریعت که 6 ماه جدا شدی تو طلاق هستی، 4 ماه جدا شدی تو طلاق هستی. این گونه گپ وجود ندارد. فقط در زمان حضرت عمر، وقتی که حضرت عمر از دخترشون میپرسند تا چه اندازه زنک میتواند صبر کند، حفصه میگویند 4 ماه. و حضرت عمر قانون میبرارند که هر مردی که عسکری رفت او باید 4 ماه در عسکری بیستد و برگردد. و در اسلام اگر مرد زنش را نه طلاق دهد نه طلاق ندهد و همین خیلی معلق ماند، بعد از 4 ماه قاضی مجبورش میکند که یا زند را طلاق ده که او از پای زندگیش شود، یا مثل مرد مثل شوهر با او زندگی کند. برای همین 4 ماه گذشت و یا چند ماه زن دید که این شوهر مثل شوهر با او رابطه ندارد، زن حق دارد که به قاضیات یا به قاضی اسلامی شکایت کند و بگوید که احوال این مرد مرا ببینید که مرا مثل شوهر نگاه نمی کند. اینجا عزیزان سوال دیگر هم آمد. معلمه جان، پیش وقتا مردم برای ترس پیش یگان ملا می رفتن و او در کاغذچه با حرفهای عربی چیزی می نوشت و با او اسپند دود دهید می گفت. تشتا و دود نام می بردن. آیا این در اسلام روا است؟ یگان خیلی دود کردن در اسلام نیست. دعا خواندن است، رقیه خواندن هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای بیماران رقیه می خواندن، اون هم نبیره خود، همسر خود. نه اینکه مردم پیش پیامبر می آمدند و قطار می ایستادند که مرا دعا خونید. این چیزها نه پیدا شده است. یعنی مخصوص مولای را دعا خوانی خود کردن در اسلام نیست که حتی قدمی به شرک است که فقط همین دعا خوند من شفا مییابم گوید. اما این رو میبری و دود میکنی شفا مییابی، این مولاگی نباشد، این نمودی از جادوگری است. مگر اینکه گیاه هست و بوی گیاه میکروب رو میکشد گفتید، نه اینکه اعتقادا این ترس رو میبرد گفتید. پبلیک حرام گفتید. ایوان و اریفلیم و دیگرانش هم حرام میباشد. ایوان و اریفلیم هم اگر تو در ما کار میکنی به شرط اینکه خرید میکنی باشد حرام است. تو در ما کار میکنی به شرط اینکه هر ماه خرید میکنی باشد حرام میباشد. سلام، اگر مرد گوید که زن دویم نمیگیرم، مادرم به جای زنم و نگیرد، حکمش چی است در اسلام؟ من زن دویم نمیگیرم گویان یعنی مادرم به جای زنم، این یک قسمی بدبختانه هست. هر مردی که این گونه قسم میخورد از الله بترسد و توبه کند. این خیلی قسم نیست، خیلی بدبختی است. چی میگید؟ آثار از آثار زردشتی است که این گونه سخنها رو انسان به دهان بیارد. به هر حال قسم است. قسم خورد و با زن گرفت، دیگر او به قسمش وفا نکرد، اما به این قسمش گناهکار می شود. لیکن زن گرفتگیش حرام نیست برایش. قرآن را آموختم، لیکن یک زن دیگر قرآن خوان میگوید تجوید را نقض نمیدانی. آیا به فرزندان خود درس داده میتوانم حرف را یاد دهید؟ قرآن را نبود تا قرآن خواندن، اگر تجویدتان خوب نباشد حرف را یاد دهید. اینجا عزیزان برنامه رو به آخر میرسانم. از اینکه اینترنتی ما هم یک کم مشکل دارد. اگر رفت و هفته آینده صحت و سلامت باشیم، به بقیه سوال های شما انشالله در پاسخ و در جواب هستم. انشالله که از جواب سوال ها بهره مند بودید. الله نگهبانتون باشد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.